استودیوی کاکتوس گرام و همراه شدیم با مسکا صافی. مسکا سلام و وقت بخیر. مختار در کاکتوس گرام امروز خوش آمدید. در تازه ترین رویدادهای داخلی و منطقه‌ای گزارش‌های از تحولات مهم در حوزه‌های سیاسی، گردشگری، مهاجران و امنیتی را با خود داریم. با توجه سقوط چرخبال در هند، 7 کشته به شمول 1 کودک. در پی سقوط یک چرخبال در ایالت اتراکند هند، تمامی 7 سرنشین آن جان باختند. رسانه‌های محلی گزارش داده‌اند که یکی از قربانیان کودک 2 ساله‌ای بوده و چرخبال پس از سقوط آتش گرفته است. تحقیقات درباره علت حادثه آغاز شده است. بامیان میزبان نزدیک به 200,000 گردشگر در ایام عید قربان. سخنگوی والی بامیان اعلام کرد که در تعطیلات عید قربان بیش از 197,000 گردشگر از جاذبه‌های تاریخی و طبیعی این ولایت بازدید کردند، از جمله بند امیر، شهر غلغله و پارک تفریحی قازان. حوثی‌ها میگویند حمله راکتی به اسرائیل با هماهنگی ایران انجام شد. سخنگوی حوثی‌ها برای نخستین بار به طور علنی از همکاری با ایران در حمله راکتی اخیر به اسرائیل خبر داد. اسرائیل پیشتر این حمله از سوی یمن را تایید کرده بود. وزیر دفاع پاکستان میگوید در 2 سال گذشته 700 سرباز کشته شدند. خواجه محمد آصف در پارلمان پاکستان اعلام کرد که طی 2 سال گذشته حدود 700 سرباز ارتش در حملات شورشیان کشته شدند. او گروه‌های مسلح بلوچ و تحریک طالبان پاکستان را وابسته به هند دانست. گزارشی از پناهجویان افغان. هشدار سفارت افغانستان در ایران به مهاجران افغان. سفارت افغانستان در ایران از شهروندان افغان خواسته است از نزدیک شدن به تأسیسات نظامی و شرکت در فعالیت‌های سیاسی خودداری کنند. این هشدار در پی تشدید تنش‌ها میان ایران و اسرائیل صادر شده است. و در اخیر انفجار در طالقان، طالبان سکوت کردند. منابع محلی از وقوع یک انفجار در شهر طالقان مرکز ولایت تخار خبر دادند. تا این لحظه طالبان در مورد این رویداد یا ادعای جبهه آزادی افغانستان واکنش نشان ندادند. ممنون از توجهتان. فردا باز هم با معلومات تازه با شما خواهم بود. سپاس مختار. بسیار خوب، سپاسگزار هستم از تو مسکا صافی، همکارمان در